والنصيحة. اگر به این دوره نظر کنیم میبینیم که ایشان همیشه به سه پرینسیپی مهم استراتژی رعایت میکردند. هر یک سریه حمله به کاروانها و محاصره اقتصادی با هدفهای مشخص انجام داده میشد. هدف نه تنها ضعیف کردن قریشیان بلکه آماده ساختن زمینه برای غلبه بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم به قریشیان پیوسته ضربه میزدند پیش از آن که آنها امکان حمله پیدا کنند. در نتیجه قریشیان توان تجارت را از دست دادند. اتفاقچیان آنها ضعیف شدند. دشمن همیشه در حالت مدافعی ماند. برای پیشگیری اختلاف‌ها پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ضد آشوبگری قبیله یهودی بنی قینقاع عمل کردند. این قبیله در خود مدینه زندگی میکرد اما بر ضد مسلمانان عمل نموده با عبدالله ابن ابی ابن سلول سرکرده منافقان همکاری میکرد. با مجازات بنی قینقاع پیامبر صلی الله علیه و سلم به همه منافقان و مخالفان داخلی پیام روشن دادند: هیچ گونه فتنه و اختلاف تحمل نخواهد شد. اتحاد مسلمانان باید حفظ شود. دشمنان داخلی جسارت پیدا نخواهند کرد. همین طور استراتژی پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام جبهه ها را در بر می گرفت: حمله به قریشیان، ضعیف کردن متحدانشان و حفظ ثبات داخلی. همه این اقدام ها زمینه غلبه نهایی مسلمانان را فراهم ساخت.